مادر خیلی گرامی، از الله مهربان دعاگو هستم که شما را در این لحظه های خیلی سخت و دشوار صبر جمیل نصیب کند و این فرزند ارجمند شما را قابل جان که البته از روی فرموده های دین خودمان که الله باشیشگاهش در جنت های خداوند او را برای شما روز قیامت همچو دستگیر همچو شفاعت کننده بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. ان لله و انا الیه راجعون. عاقبت شام جوانی صبح پیری می شود. ابتدای هرچی دود است انتها خاکستر است. گر کسی آمد به این در از در گردد برون، از خدای ما همه انا الیه راجعون. البته وقتی انسان پدرش میگذرد، مادرش میگذرد یا فرزندای پدر میگذرد، اگرچند البته علم آور است، دردناک است، غمدار است، ولی به غم فرزند برابر شدن نمیتواند. چگونه ای که فرزند میگذرد پدر یا مادر میسوزد، در دیگر نزدیکاش به این اندازه نمیسوزد. میدونیم برای چی؟ زیرا که الله مهربان فرزند میوه دل گفته است در قرآن: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ببین الله مهربان میگوید که فرزندها این میوه دل هستند و من شما را با اینها امتحان خواهم کرد. یعنی الله مهربان به هر چیزی عادی و ساده امتحان نمیکنه. وقتی فرزند میگیرد که دل و جگر پاره می شود، انا در همون حالت خدای مهربان میگد من تو را با او امتحان میکنم. یعنی فرزند این میوه دل هست. بین هر گونه فرزندم که باشد پدر مادر برای یک عمر می سوزد. و حتی پیامبر نازنین ما نبینه که وقتی فرزند او ابراهیم 18 ماهه بود، مثل این گویم قابل جانی فرزند شما 10 ساله نی بلکه 1.5 ساله بود، وقتی آمد حضرت که خبرش کردن که ابراهیم در حالت نزع جان است، وقتی آمد بچه اکش ابراهیم دید که در جانکنی است، حضرت به ایس گریه کردن. عبدالرحمن ابن عوف که در همون مجلس حضور داشتن گفتن حضرت شما گریه میکنید؟ حضرت گفتن ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول ما یرضی ربنا و ان لفراقک یا ابراهیم لمحزونون. گفت عبدالرحمن چشم خودش آبش سرازیر می شود، دلم برای ابراهیم می سوزد و از جدا شدن ابراهیم بسیار غمگین هستم، ولی در این حالت هم به زبانم نمیگم آن سخنی را که در او قهر خدا و غضب خدا باشد. ببینین البته پیامبر گرامی هم در یک فرزند 1.5 ساله خود اینقدر غمگین بودن، گریه کردن و از جدا شدن ابراهیم گفتن غمدار شدم و بسیار بسیار غمگین شدم. البته مادر گرامی من برای شما خیلی آفرین میگویم و برای شما طاقت و صبر از الله مهربان دعوت میکنم که خداوند برای شما این نعمت صبر و نعمت طاقت بگیم خداوند نصیب تان بگرداند. و وقتی که من میوه دل گفتم از آیت قرآن، ما حدیثی از پیغمبر من داریم که میگه اذا ما تولد العبد، وقتی که فرزند آدم از دنیا میگذشته است
خدای مهربان به همون ملائکه هایی که جان او را گرفتن میگفت است که آیا فرزند بنده مرا از بنده من جدا کردین؟ ملائکه ها میگفت است بله جدا کردیم. دویم میگفت است قبستم ثمرة فؤادی، میوه دل او را کندین؟ میگفتن بله پروردگارا میوه دل او را کندیم. فماذا قال عبدی، الله بعد میپرسیده وقتی که شما مقصد قابل جان از مادرش جدا کردین، مادر قابل جان چی میگفت؟ الله مهربان اگر چی میداند که این مادر چی گفت، ولی باز از ملائکه هاش میپرسد. ملائکه ها میگن که حمیدک و استرجع. البته در این ساعت خیلی سخت الله مهربان این مادر اینقدر از خدا میترسید، اینقدر تکیه با خدا داشت که باز هم حمد تو را میگفت و در این مصیبت از تو کمک طلب میکرد. یعنی این لله و این الیه راجعون میگفت. الله مهربان وقتی که این سخن را از ملائکه ها میشنود، میدانید که مادر عزیز خدای مهربان برای شما چی وعده میکنه؟ میگه ابنو، از برای این فرزند من خانه سازه در جنت و سموه بیت الحمد، و او را نام آن خانه را حمد گذاره. مادام مرا ستایش کرد، مادامی که مقصد از من ناراضگی که نکرد، مانین همون نام خانه را ستایش بمانین و این مادر را روز قیامت وارد همون خانه کنین. برای این مادر خیلی گرامی باز هم میگویم که در این ساعت ها اگر چند برای شما دشوار و سختم باشد، ولی این وعده ها را بین. ما الحمدلله مسلمانیم، ما به این چیزا ایمان داریم. حتی الله مهربان در قرآن میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی من سختی را بر بالای این فرزند آدم میارم، وقتی بچه‌ش میگیرم، وقتی پدرش میگیرم، مادرش میگیرم، وقتی این میگد انا لله و انا الیه راجعون، الله چی میگد؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خدا میگه در برابر این صبرش، در برابر این حمد و ثنا گفتنش، از جانب من بر این بنده آمرزش گناه. ببین تمام گناهاش ببخشین، تمام گناهاش از نامه اعمالش دور کنین. به خاطر چی؟ به خاطر که این بنده من در این مصیبت سخت ببینین که چی است؟ صبر دارد و طاقت دارد. دانشمندا میگویند که صبر هست 300 درجه، صبر هست که 600 درجه و صبر هست که 900 درجه دارد. 300 درجهش آن صبر هست که وقتی بنده در عبادت خدا صبر دارد. مثال وقتی به یک ذکر مشغول میشود به صبری نمیکند، به حضور در اونجا صبر کرده عبادت انجام میده یا قرآن خواندن شد، اینجا 300 درجه از جانب خدا پاداش میگیرد. وقتی یک گناه پیش می آید، بنده وقتی صبر میکند و گناه را انجام نمیتید، اینجا در 600 درجه میگیرد. ولی از همه بلندترین 900 درجه را الله مهربان میگه بنده را میتونم که وقتی جان یک نزدیک شب میگیرم و اون باشد در این برابر صبر میکند، با اون 900 درجه صبر من نصیب میگردانم. یک کلمه صبر مادر عزیز 103 بار در قرآن آمده است. در یگان عبادت خدای مهربان نگفته است که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. در یگان عمل، نه نماز، نه زکات، نه حج، نه جهاد، نه روزه، در هیچ عمل خدا نگفته است که من اجری به حساب میتم، مگر کسانی را که مصیبت بتم در او صبر کنن اجری به حساب شو میتم. برای همین انشاءالله گمانم همین است مادر عزیز که تعزیه ما را شما قبول میکنین و انشاءالله آنچه را که برای شما من گفتم
خدا خواهد اینها را هم برای خودتان یک درسی همه روزه تان میکنین. البته مصیبت، مشکلات، آفت، بلا خیلی سخت است که یکی از درهای جنت صبر هست. دانشمندی را پرسیدن که وقتی که صبر جمیل میگن، همین صبر جمیل چی است؟ گفت صبر جمیل همین است که خدای مهربان فرزند تو را جانش میگیرد و قلب تو باشد الحمدلله میگوید. برای همین پیامبر گرامی گفتند خوشبختترین بنده همون بنده هست که به تقدیر الهی او راضی می شود. طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. بلا کش تا لقای او ببینی که مردی بی بلا مردی لقا نیست. میانی صد بلا خوش باش با دوست، خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست. از آنجا هرچی آید راست آید، تو کج منگر که در کجبین وفا نیست. مادر عزیز خدای مهربان صبرتون تیا بود، قابل جان الله مهربان روحش شاد کنه بود و از آن ارزش ها و از آن قیمت و قدری که خدا برای او داده است الله مهربان از همه او شما را برخوردار کنه و باقی مانده فرزندایی که داری عمر درازی با برکاتی با توفیق خداوند نصیب شون کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.